ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 18-умро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми панҷум. آیین دسترخوانچی چون ماری سرکوبیده به خود می پیچید و نمی دانست که زهرش را به کی زند. ناخواست چشمی وی به عایشه افتاده ماند. وی دختری بود 16-17 ساله، قد بلند، نازک اندام، سفید پوست و مثل گلی نوبهار تر و تازه و زیبا چهره. 1-3 ماه پیش از سر شدن جنگ، املاکداری غژدوان او را به امیر تارتوق کرده بود. حسن و ملاحت و جمالی بر کمال او را دیده، مادر امیر فرمان داده بود که وی را زود برای به ستاره ماه خاصه فرستاده به امیر منظور کردن تیار کنند. لیکن تیار کرده نتوانستند. عایشه از غم و اندوه و گریه بیمار شده به بستر افتاد. تبش بلند گشته به هذیانگویی درآمد. مادری سرسختی وی که از پیش عشق کشیده آمده بود، به سری بالین دخترش نشسته شبها را روز می کرد. نهایت 20 روز پیش از جنگ عایشه تندرست شده از بستر سر برداشت، لیکن خیلی لاغر و رنگ پریده بود. بنابراین به او دست نکافته ماندند که کمی به حال آید. به بخت عایشه همه آرزوی و نیتهای رذیلانه امیر و مادر او جامه عمل نپوشیده انقلاب شد و عایشه روی نحس عالم خان را ندیده به روز نیک رسید. آیین دسترخوانچی که مأمور تیار کردن او بود، از این حادثه المناک شده ماند. اینک حالا عایشه را دیده مانده همه غضب خود را به بالای وی ریخت. عایشه، گفت وی غرنگاس زده، برای چی در آمده پای پاشا بیبی را نمالیدی؟ من به تو نگفتم که درا؟ من نمی مالم، خودتان مالیدن گیرید. گفت یک باره عایشه برویش را به دیگر سو تافت. چی؟ چی میگویی لعنتی؟ خودت لعنتی. گفت عایشه بروی آیین دسترخوانچی تیغ کشیده نگاه کرده. انا اینجایو کنیزت یافتی. آیین دسترخوانچی که مثل روغنی جوشان چنگ کرده ایستاده بود، این آخرین سخن عایشه به وی علنگه آتش شد و لپی در گرفته رفت. خیر، حالی همین طور می؟ گفت دندان خایده ایستاده. کل هم زد و کور هم زد، پسمانده مور هم زد. اکنون جناب عالی نیستند به غزات آواره گفته هر گدای پایلوچ به بالای سر ما برآمدن میگیرد می. شیطان هی زنید آییم. گفت مادری عایشه از بین زنها پیشتر برآمده و طرفی دخترش را گرفت. نغز نه، گدا هم باشیم، بنده خدا، امت پیغمبر هستیم و قرب و منزلت خود را میدانیم. من به قرب و منزلت شما توف کردم، گفت آیین دسترخوانچی و به سر عایشه مشت برداشته زدنی شد، لیکن مشتش را در هوا
کسی داشته ماند. برگشتن نگاه کرد و آیمولای تنبور را دید که به سویش سر جنبانیده تنبیه می کند. نغز نه آیم، گفت آیمولا، شیطان هی زنید. ما کیها بود که از ارگ فرامدگی در حوری پایان هستیم. اطرافمان را اسکرهای سرخ چتمه زده گرفتگی. دسترخوانچی دستش را کشیده گرفت و به آیمولا هجوم کرد. شما هم از جدیدها ماندنی ندارید، دفع شوید. و آیمولا را تیله دادنی شده بود که عایشه خود او را تیله داده فرستاد. یک کیوانی بدقواق به عایشه هجوم کرده زد. مادری عایشه با آن کیوانی دست به گریبان شدند. آیمی دسترخوانچی خودش را غنداشته گرفته به عایشه و مادرش هجوم کرد. یک دو نفر از خدمتگار دخترها طرف عایشه را گرفتند و در یک دم مغل و غوغای و زنازنی شده رفت. های، چی گپ؟ چی مغل؟ در عین زنازنی و غوغا آوازی فیروزه بلند شد. های آیمی دسترخوانچی، دست نگاه دارید. های عایشه، بس شد. این فرمانی آمیرانه جنگرها را از جنگ باز داشت. خودش چی گپ؟ پرسید فیروزه از عایشه. برای چی گریه می کنی؟ انا همین، گفت به سوی آیمی دسترخوانچی پای زده عایشه. کاسلیسی بی دیانت. به شاخی این زننده ها زده ماندن لازم، گفت مادری عایشه. اینها از اسب فرامده باشند هم از اوزنگی پای نمی کشند. از بالای جناب عالی نبودگی کتگی. گاو مرد هم علای چشمش نمی رود می گویند، راست بود است. فیروزه دانست که آیمی دسترخوانچی با عادتی کهنه خود به سر خدمتگارها مشت برداشته است و بنابران تیغ کشیده به سوی وی نگاه کرد و گفت: عیب نیمی، مویتان سفید شده است و بچه بر این فهم ندارید. برای این کارتان حکومت شورایی شما را به میدان ریگستان برآورده، در بین خلایق سود کرده، تیرباران کرده میتواند. عادتی بعد بلای جان، گفته آیمولای تنبور پیش برآمد. سلام دخترم، سلامت هستی؟ از سلام آیمولا جانکم، گفت خرسندانه فیروزه، آیمولای مهربان خود را دیده. شما صحت سلامت هستید؟ خیریت باز می دیدیم دیه، اما کم به شما چشم در راه هستند. خیر، در این باره بعدتر گپ میزنیم دخترم، گفت آیمولا. حالا این جنجال را حل کردن لازم. اینها با همدیگر دست به گریبان شده مانند، قریب بود که من هم به میان درآیم. بهتر می بود که اینها پادشاه ها را به یک حولی و خدمتگارها را در حولی دیگر جا می کردند. من حاضر برای همین کار آمدم آیمولا، گفت فیروزه. شماها به خانه درآیتان، اینها به طی ایوان برآیند. در اینجا مردها می آیند، اما که حیدر قول روی خط ترتیب دادن می خواهد. روی خط چی دخترم؟ هر کس به هر جا که خواهد رفته می تواند. بنابران روی خط می کنند که فهمند کنی کی به کجا می رود. الهی 1000 ساله شوی فیروزه جان، گفته مادری عایشه پیش آمد. منو عایشه جان را از همین جا تیزتر خلاص کن. دیگر تاب و طاقت دیدن روی این مشتم زورها نمانده است. میلش، گفت فیروزه سری عایشه را سیله کرده ایستاده. غم نخورید. حاضر به بالای صوفه به طی ایوان برایتان،
امک حیدرقل آمده روی خط می کنند و به هر جا که خواهید می فرستانند. امک حیدرقل می گوییم این امکت چی کاره و اصلش از کجا؟ فیروزه حیران شده بروی مادر عایشه نگاه کرد. در کمیته مرکزی فرقه اشتراکیون کار می کنند. اصلشان از قراکول برین. چی؟ شما می شناسید مگر؟ نه، گفت خیال کرده ایستاده کمپیر. من هم حیدرقل نام یک دادر داشتم. در وقتی بچگی ما را از همدیگر جدا کرده بودند. خیر، حاضر می بینید، گفت فیروزه. پس از این همه خدمتگارها، کیوانیها، دخترهای ارده حمام با خواهش فیروزه به بالای صوفه برآمدند. آیمولای تنبور به خانچه تی دروازه بودگی در آمد که در آنجا منزل کرده بود. پایان صوفه از زنها خالی شد. بعد از این فیروزه به تی دروازه رفته صدا کرد: بیایتان، مرحمت. به حولی درون حیدرقل و سرداری پاسبانها در آمدند. از پس آنها 2 میلیسیانیر، 1 ستال میده و 1 4 را برداشته آوردند و به قریبی صوفه گذاشتند. حیدرقل پبکه دستنگیش را بر روی ستال گذاشته، از درون آن 1 ورق کاغذ و قلم برآورده به زنهای بالای صوفه مراجعت نمود. وی درباره انقلاب، درباره رسیدن روز آزادی، درباره نیست گردیدن حاکمیت امیر و غیره با زبانی ساده و فهما گپ زد و شرح داد که اکنون دستی حاکمیت امیر از گریبان آنها کنده شد و هر کس به هر جا که خواهد رفته می تواند. برای آنکه شما به یار و دوستان و ملک و دیارتان رسید، گفت وی، ما به شما یاری می دهیم و هر کس که از کدام ولایت و قشلاق باشد به جایش رسانیده می مانیم. بنابراین به ما لازم می شود که 1 روی خط ترتیب دهیم و فهمیم که کدامی شما به کجا رفتن می خواهید تا که موافق آن چاره جویی کنیم. من از طرف حکومت متصدی این کار شدم. کنی فیروزه جان، شما 1 تا پرسیده به من گویید، من نویسم. فیروزه به قطار زنها به بالای صوفه برآمده بود. وی به زنها مراجعت نکرده به لب صوفه نزدیک آمد و گفت: اول نام آیمولام را نویسید. اگر خود همین روز من آن کس را به حولی نبرم، امک زرگر از غصه به 1 جا می رسند. بسیار خوب می نویسم، گفت حیدرقل، ولی چیزی نوشتن نتوانست، زیرا که نام آیمولا را نمی دانست. خیال کرده ماند و بروی فیروزه نگاه کرد. نام امک زرگرت طاهر جان بوده؟ ها، طاهر جان، تصدیق کرد فیروزه. در فرصتی که حیدرقل می نوشت، مادر عایشه با نوگی سربندش رویش را پناه کرده به فیروزه نزدیک شد و به حیدرقل خطاب کرد: حیدرقل، لبی، نامی مرا گرفتید، می شناسید مگر؟ کدام خواهری مشفیق دادری مهربان خودش را نشناخته است؟ من بی رجب. این را گفت و قلم از دست حیدرقل افتاد و 1 درجه گویا گرنگ و حیران شده ماند. در فرصتی 1 آن قشلاق خود، حولی و جا، پدر و مادر و خواهرچه مهربان خود را به یاد آورد. آوازی بی رجب گویا پرده فراموشی را که روی خاطره های شیرین کودکی را پوشیده بودند بالا برداشت و حیدرقل را از عالمی هستی حقیقت به عالمی رؤیا برد.
قریب 40 سال پیش از این بود. وی همراه بیبی رجب بازی کرده می گشت. غمی نداشت و همه عالم برای او از میدانی تاخت و تاز و بازی عبارت بود. گاها از پسی بوز و گوسفندان تاخته به پادبان یاری می داد. گاها بازی برای مادرش هیزم چیده می آورد. دمی با جوره ها دوره گرفته گوشتین گیری می کرد. در همه جا خواهرچهش بیبی رجب با وی همدم، با وی قرین بود. اگر وی به بالای درختی زردالو و یا توت برآمده میوه افشاند، بیبی رجب در پایان میوه چینی می کرد. اگر وی در کناری دریا ماهیداری کند، بیبی رجب به وی کرمی لای خورک یافته آورده می داد که به شستش گذراند. اگر وی خرتازی کرده ناخواست افتد، بیبی رجب مهربانی کرده سر و روی او را از گرد و خاک تازه می کرد و دست و پایش را با رومالی سرش بسته می ماند. اگر وی با بچه ها گوشتینگیری کرده کرتهش را در رانده ماند، بیبی رجب آن را کشیده گرفته زود در بیه کرده می داد که مادرش نفهمد. عجایب حیات شیرینی بود. گرسنگی، نادارمی، غم و غصه زندگی به دامنی بچگی چسبیده نمی توانست. با یک پارچه نانی قاقی زغاره آنها سیر بودند. میوه می خوردند. شیری بوز و گوسفند به آنها قوت می داد. در هوای گرم تابستان غمی لباس هم نبود. پایلوچ با یک قبط کرته و ایزار بر یکزاری درون دریا تاختن بهتر بود که با کفش و پایافسال. اما زمستانها سرمای سختی قراکول آنها را غم می داد، از بازی محروم می کرد. باری 2-3 از پکی ها آمدند و بیبی رجبی 12 ساله را گرفته بردند. حیدرقل نخواست که بیبی رجب را از وی جدا کنند، لیکن پدرش او را جنگ کرد. حتی زده از حولی برآورده حی کرد. حیدرقل در عمر جوانی خود اولین بار با درد و علم گریست، نه از ضرب شلاقی پدر بلکه از جدایی خواهر. وی به بالای درختی توتی کلان که در سری راه بود برآمده، در بین شاخ و برگها خود را پناه کرده کمین گرفت. وقتی که اسپکی ها بیبی رجب را به سرش فرنجی پوشانیده به اسب با همراهی یک زنکی بدقواق سوار کرده گرفته می گذشتند، حیدرقل با فلخمان زده تلپکی یکی از آنها را از سرش پراند و به دم اسب یکی چنان زد که اسب چراغ پایه شده قریب بود سوارش را به زمین زند. اسپکی ها از کجا آمدنی سنگ را ندیده باشند هم حقارت بسیاری داده رفتند و بیبی رجب را بردند. پس از قدری کلان شدن وی فهمید که اسپکی ها به بدل قرض ادا نشده بیبی رجب را گرفته بردند. بعدها پس از مردن پدر و مادر و برای پرمشقت زندگی مستقلانه قدم گذاشتن، حیدرقل باری فهمیده بود که خواهرش را به طرف غیژدوان به کسی بزنی داده فرستادند. حتی همین را هم دانسته بود که بیبی رجب به دستی شوهری خوبی افتاده و یک دخترچه دارد. لیکن خودی حیدرقل به گردابی سختی زندگی افتاده، نه این که از خواهرش خبر گرفته نتوانست حتی زنی مهربان و دختری شیرینش را از دست داد. اینک حالا پس از گذشتن همین قدر سالهای بسیار، حیدرقل باز آوازی بیبی رجبی خود را می شنود
باز خواهری مهربانش را در روبرویش می بیند. اما افسوس که حالا بیبی رجب نه آن بیبی رجب است که در تصوری او باقی مانده است. حالا وی پیر شده، قامتش قدری خم گشته، آوازش آن آهنگداری خود را گم کرده خسته شده و در آن آهنگ حزن و الم صدا می دهند. من خوابم یا بیدار، گفت بی اختیار چند قدم پیش مانده حیدرقل و به سوی بیبی رجب دست دراز کرد. بیبی رجب هم جوانانه خود را به پایان صوفه پرتافته دادرش را در آغوش کرد. این منظره غیر منتظره را دیده فیروزه بی اختیار به چشمش آب گرفت. همه حاضران یک درجه درباره خود فراموش کرده نگرانی بازدید حیدرقل و بیبی رجب شدند. خصوصا عایشه به کرته‌اش نمی خونچید و اگر حیا مانی نمی گشت پرواز کرده از بالای صوفه می فرامد و تقای مهربانش را به آغوش می گرفت. خوش، تو در اینجا چی کار میکنی؟ پرسید نهایت حیدرقل از بیبی رجب. میشنیدم که در غجدوان هستی، صاحبی دختر شده ای، اما زندگی امکان نمیداد که رفته خبر گیرم. من به غجدوان افتاده ماندم، گفت آبی چشمانش را پاک کرده ایستاده بیبی رجب. احوالم بد نبود. مردکم پدری عایشه جان آدمی نغز و مهنتی بود، پازگری می کرد. لیکن عایشه جان 10 ساله شدن بعد ناخواست کسل شده از دنیا چشم پوشی. من و دخترم بی کس شده ماندیم. چرخ و دوک کرده خدمتی این و آن را به جا آورده روز می گذرانیدیم. لیکن فلک همان را هم به ما روا ندید. دخترم 4 کس میدیدگی شده بود که ناتوان بینها رفته خبر دادند. یک روز آدمهای املاکدار آمدند و با چی بهانه های ساخته فریب داده ما را به املاکدار خانه بردند. املاکداری گرسخته گفت که دخترش را به امیر تارتق میکنیم. من داد زدم، فریاد برداشتم، لیکن فایده نبخشید. آخر به همین راضی شد که خودم را هم همراه دخترم به ارده می فرستاند. از عایشه جان جدایی نداشتم. انا چی می گویی که به تقدیر تن داده خیسته به ارده امیر آمدم؟ نی، خیریت عایشه جان خوشتالی برآمد. ما روی نحس امیر را ندیده انقلاب شد. خیریت گفت حیدرقل. عایشه جان کنی؟ انا در همین جا. بیا دستی تقاط را زیارت کن. عایشه دویده به پایان صوفه فرامد و به حیدرقل چسبید. حیدرقل او را در آغوش کرد و از پیشانش بوسید. بعد گفت های چطور دختری زیبا، چطور دختری کلان شده است عایشه جانی من. خوش، اکنون چه نیت داریتان؟ در شهر در پیش من می ایستید یا که به غجدوان رفته خبر می گیرید؟ یک بار به غجدوان رفتن در کار، گفتماند عایشه. یک بار رفته از حولی خبر گیریم، گفت بیبی رجب. بعد نمیدانم حالی کریم جانی ما چی شد. یک پسرخان داشتیم نامزد عایشه جان، همین تیر ماه توی کرده داماد کردنی بوده. کریم جانی ما بودگیست، گفت فیروزه به حیدرقل مراجعت کرده.
عجب نی، گفت حیدرقل. در اینجا در خدمت رفیق کویبیشف کریم جان نام یک جوان هست. اولهای جنگ از غژدوان داوطلب شده آمده بود. اگر داوطلب شده آمده باشد البته کریم جان، گفت ناخواست عایشه، ولی بعد از گفته‌اش شرم کرده به عقیب بیبی رجب پنهان شد. شرم نکن جیانم، گفت حیدرقل. اگر همین کریم جانی ما بخشیده ای تو باشد، من از ته دل شما را مبارکباد می کنم که حقیقتا جوانی مناسب است. نصیب باشد توی می کنیم، به مراد و مقصد می رسید و همه غم و غصه ها را فراموش می کنید. خوب نباشد بروی خط نامی شما را هم می نویسم عایشه جان. به غژدوان می روید. خوش باز نامی کی را نویسم فیروزه جان؟ فیروزه به زنی مراجعت کرده پرسید. خاله جان، نام شما محبوب خاله بوده؟ زنک با علامت تصدیق سر جنبانده ها گفت. از کجا می شوید؟ از زندنی. کیتان هست؟ نمیدانم، گفت محبوب خاله. نمیدانم که در مدت اینقدر سالی که من زنده در گور بودم در زندنی یگان کسی من ماند یا نی. 10 سال شد. 10 سالی دراز است که منی سرسخت از یار و دیارم جدا شده به ارده امیر افتادم. بغیر از آشخانه و کار و مهنت یگان چیزی دیگر را ندانستم، ندیدم، نشنیدم. کلفت و عذاب را دیدم، حقارت و دشنام را شنیدم. حاضران خصوصا فیروزه و حیدرقل از این گفتاری زنی عذاب دیده خیلی متأثر شدند و دقیقه چیزی گفته نتوانسته خاموش ماندند. یادتان بخیر، گفت نهایت حیدرقل. در دور امیر تقدیر و نصیبه همه کمبغلان همین بود خواهرم. خیر، انا اکنون دور آزاد نفس گرفتنی شما رسید. خوش اکنون چی خیال دارید؟ از اینجا برآمده به کجا رفتنی هستی؟ نمیدانم، گفت زنکی سرسخت. باز دقیقه خاموشی حکم راند. حیدرقل حیران شده ماند. ممکن است این خیل زنهای بیکس و کوی در بین این زنهای جمع شدگی چندین نفر باشند. پس چی باید کرد؟ آیا به کلوب زنها می رفته باشند؟ نخواد که اولین کلوب زنها با اسیران ارده پر می شود. خیر، شود چی؟ مگر از این زنهای بیکس و بیکوی، از این زنهای عذاب و مشقت کشیده سزاوارتر باز کسی هست؟ این کس را به کلوب نویسید چی؟ پرسید ناباورانه فیروزه. نغز می شود، گفت اکنون به قرار قطعی آمده حیدرقل. به کلوب زنها می روی؟ زنک حیران شده ماند. وی نمیدانست که کلوبش چی و برای چی کار به آنجا می روند. من ندانم، گفت ملاحظه کرده ایستاده محبوب خاله. шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори 18-ро аз рӯи рамани 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хоҷамқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.